تو لقمه نان خشکم امروز خوردید این مجلس نشستید، اگر من پلو و کبابم زدیم اینجا نشسته هستیم، هیچ فرق بین من و تو نیست. عزیز به پیشگاه خدا کسی است که امصبح نماز صبح به جماعت خوانده است. اون فقیری که نان برای خوردن نداره، با آب سر طهارت گرفته رفته به سمت مسجد نماز صبح را خوانده، دست فرزندش گرفته، اینی عزیز خداست. نه من، نه اون ثروتمند، نه اون قدرتمند، نه اون شهرتمند، نه اون فوتبالیست، نه اون مرد قوی، نه اون کسی قصر دارد، نه اون کسی که موتور آخرین سیستم دارد. مرد بزرگ، مردی که خدا این آسمان را برایش نگه داشته، مردی که دعایش مرغان آسمان را شب به خواب نمیماند. اون مرد است که شکمش گرسنه اما روحش سیر است. اون کسی که میگوید در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید. خب دقت کن، این را کی میگوید؟ کسی که با خدا رفیق شده. در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید، از حال بهشتیان مرا ننگاید. اون بهشت نمیخواهد، رضای الله میخواهد. ور بی تو و صحرای بهشتم خوانن، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید. فرزند خود را با ربش رفیق بگردان عزیز من. فرزند خود را با پروردگارش رفیق بگردان. برای فرزند خود بگو فرزندم هر وقت مشکل پیش شد به پیش مولای من برو. عبدالله ابن زبیر، عبدالله فرزند زبیر است. زبیر مرد است که خیلی قصدار شده. به فرزند خود میگوید فرزندم بعد از این که من از دنیا رفتم باز قرضهای مرا خلاص بکنی. اگر دیدی که پول پیدا کردن نتوانستی که قرضهای مرا بدهی، از پیش مولای من، از مولای من کمک بگیر. عبدالله میگوید من پرسان کردم پدر جان مولای تو کی هست؟ گفت مولای من الله جانان. مولای من الله جانان است. نگو که خیلی وقت جا تیر شد ما خود از خدا بیگانه بودیم، ما نمیتونیم اولاد خوب تربیه بکنیم. از همین لحظه شروع بکن. همین لحظه توبه نصوح از خدا طلب کن که خدایا به من توبه نصوح نصیب بگردان. وقتی تو خودت عامل شدی، تو خودت با تقوا شدی، هر که از حق ترسید و تقوا گزید، ترسد از وی انس و جن هر چی که دید. مولانا میگه تو از حق بترس، اولین کسی که از تو میترسد همسرت هست، اولین کسی که از تو میترسد فرزندان تو هست. وقتی تو در دلهای شب، نیمه های شب از خواب بیدار میشوی و دست خود را به سمت الله بلند میکنی، فکر میکنی که خدا با فرزند تو را صالح تربیه بکنه. خواهی میکنی وقت خدایا من اشتباه کردم، خدایا بی‌نمازی کردم، خدایا از تو دور خوابیدم، خدایا غلط کردم، خدایا توبه، پروردگار را زنا کردم نمی کنم دیگر، خدایا شراب نوشیده بودم دیگر نمی نوشم، خدایا بی‌نمازی کردم الان صبح وقت به طرف مسجد میروم. الله جل مجدوه هم وقت تو از او شدی او از تو میشه. حضرت ابراهیم خلیل الله میگه ابراهیم تو از ما شو باز ما از تو میشه. وقتی الله از تو شد چه جالب است. این وجدتنی وجدت کل شیء، بنده ام اگر مرا پیدا کردی کل دنیا مال تو هست. ای بنده اگر مرا پیدا کردی آرامش کل زمین مال تو هست، تمام نعمتهای دنیا مال تو هست. و این فقدتنی فقدت کل شیء، اگر منو از دست دادی همه چیز از دست دادی. هیچ چیز به دست نمی آید عزیز من. کسی به پیش امام ابو حنیفه رحمت الله علیه آمد، بچه‌ش گرفته، گفت که حضرت امام صاحب امی بچه من مشکل صفرا دارم، این دکتر گفته که عسل استفاده نکن. من هرچی برش میگم که عسل استفاده نکن سخن مرا گوش نمیکنه، شاید نصیحت شما را گوش بکنه. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمود بچه تا گرفته برو 40 روز بعد بیا، بچه تا گرفته برو 40 روز بعد بیا. این مردک دست بچه خود را گرفت و بیرون شد و رفت. بعد از 40 روز دوباره آمد به پیش حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. حضرت امام با بچهش گفت
بچه جان دیگر عسل ننوش، دیگر عسل استفاده نکن. این بچه از جای خود بلند شد و پیش حضرت امام آمد، گفت بعد از این دیگر عسل نمیخورم، من قول میدهم به شما که عسل نمیخورم. پدر با امام ابو حنیفه نگاه کرد، گفت ای بزرگوار، خود 40 روز پیش امی گپ را میزدی، 40 روز ما با چه تکلیف و زحمت سفری کردیم، خب یک کلمه گپ را 40 روز پیش میگفتی، ما این همه زحمت و تلاش نمیکردیم، ما این همه رنج نمیدیدیم. حضرت امام فرمود همون روزی که بچه را بار اول گرفته آورده بود خودم عسل خورده بودم، خودم عسل خورده بودم. من میدانستم که چون خودم عمل نکردم این بچه عمل نمیکنه. من بعد از اون 40 روز است که عسل ننوشیدم تا اثرات عسل از بدن من برود. امروز وقتی به بچه تو گفتم بچه تو دیگر عامل شد. عزیز من، وقت اگر میخواهیم فرزند صالح داشته باشیم این امانت الهی است. این امانت الهی را با دست خود آتش نزنیم. لقمه حرام به مادرش نخوران، بعد فرزند تو در آینده حافظ با عمل میشه. فرزند خود را اگر میخواهی که در آینده خدمت جامعه بکند، در آینده دعوتگر بشود، در آینده دعاگو بشود، در آینده تو در داخل قبر به گفته اون عالم میگوید شخص به نزد من آمد، مرد بزرگ بود، اون خودش گفت من شب به قبرستان رفتم، همون جا خوابم بود، بعد از این که به خواب رفتم دیدم که قبرها شگاف شد، در عالم خواب دیدم همه از قبرها بیرون زدن، چیزی را جمع میکردن به سرعت، چیزی را از روی زمین جمع میکردن، اما یک مرد را دیدم که راحت یک گوشه نشسته بود. من گفتم پیش اون مردی که راحت نشسته بود رفتم گفتم اینها چی را جمع میکنن؟ گفت این حسنات و دعا و صدقاتی که زنده ها میدهد اون را جمع میکنن. باز میگم من برش گفتم که تو چرا جمع نمی کنی؟ تو به خاطر چی اینجا نشستی؟ گفت من بی نیازم. گفت چی بی نیازی داری تو؟ گفت من یک فرزند دارم حافظ قرآن است. من یک فرزند دارم حافظ قرآن است، خودش میوه فروشی میکنه در بازار، در فلانی بازار میوه فروشی میکنه، اما این فرزند من ادب دیده، این فرزند من تربیه درست شده. از اول روز که میرود در سر دکان و کار خودش لبانش آرام نیست، تا آخر روز هر روز یک بار قرآن را ختم میکند و ثوابش باز به من میبخشه. این مرد میگه از خواب بیدار شدم، حرکت کردم، آمدم جستجو دیدم که یک جوان در کنار کراچی استاد است، میوه ها را دست به دست میکند اما لبانش میجنبه. نزدیک شدم برش سلام کردم، بعد از سلام جواب سلام مرا گفت، برش گفتم جوان چرا لبان تو حرکت میکنه؟ گفت من قرآن تلاوت میکنم. عزیز من، جوان عزیز، ای کسی که در بازار کار داری، در دکان کار داری، دعوتگر دین بشم. اگر میخوای فرزند صالح پیدا بکنی خودت برو دعوت بکن جوانان مسلمان را به سمت دین. وقتی در بازار هستی با رفیق خود دشنام نده، با رفیق خود لدو بازی نکن که 6 نفر 4 نفر کله در کله میشیم چی کار میکنن؟ لدو بازی میکنن. نه عزیز من، تو فردا تو فقط آمدی که شکم فرزند خود را سیر بکنی اما دنبال تربیهش ما نیستی. ای که ما میگیم ما خود رفتیم به خاطر یک لقمه نان فرزند ما دیگه باید مادر تربیه میداد. نه عزیز من، از من و تو شروع می شود، از من و تو شروع می شود. اون منی که از پشت من و تو جدا می شود فرزند من و تو فردا به بار می آید. چه خوردی چه کردی فردا با فرزند خود می بینی. اگر می خواهی که خود را بشناسی آینه قدنمای تو فرزند توست. خوی فرزندت را ببین، اخلاق فرزندت را ببین، نجابت و طهارت و عفت و پاکدامنی فرزندت را ببین. اگر عفت داشت خودت عفت داشتی، اگر تقوا داشت خودت متقی بودی، اگر شیخ بود خودت شیخ هستی، اگر میبینی پرهیزگار است خودت پرهیزگار هستی. هرچه تو بکنی فرزند همون را از تو یاد میگیرد.